بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. حدیث متفق علیه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما عاب نبی صلی الله علیه و سلم طعاما قط. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هرگز طعام را عیب نگرفته است، هرگز کدام طعام را طعنه نزده است و عیب آن طعام را نگرفته است. این اشتهاه اکله، اگر آن را اشتهاش بیاد طعمش قبول کرد و قبول میکرد آن طعام را میخورد و الا ترکه، و اگر اشتهاش نیامد و یا طبعش که نگرفت پس آن طعام را ترک میکرد و عیب نمیگرفت از آن طعام. حدیث متفق علیه است.